آن تقریبا از 2 سال پیش شروع شد. به خاطر وجود یه خلایی ایجاد شد. آن چی بود؟ آن به معنی لحظه است. از یه شب توی ماشین که داشتیم در مورد داشتن کار خودمون صحبت میکردیم شروع شد. آن در لحظه است. میتونه خیلی پا فراتر بذاره. چون واقعا ما هرچی داریم در لحظه است. کارا شروع شد، یه سری ایده آمد روی میز، طراحی ها انجام شد. رسیدیم به چیزی که همیشه تو فکرمون بود ولی نمیرفتیم سمتش. ما یه چیز جدید خلق کردیم. زیبایی و کیفیت. محصولی که بتونه نشون بده که محصول ایرانی میتونه کیفیت خوبی داشته باشه. اینجوری نیستش که فقط ختم بشه به اینکه توی چارچوبی بره جلو، چون تو لحظه شکل میگیره و بتونه تغییر ایجاد بکنه. تجربیاتی در اختیار انسان‌ها قرار داده که شاید قبلا نبود. همین که نمیدونی چی میشه قشنگه.